در زمان امام صادق علیه السلام بنا بوده در تقدیر الهی، نه در قضای محتوم الهی، بنا بوده یه تحولی اتفاق بیفته به نفع ائمه هدا علیهم السلام. این رو تو روایات متعددی انسان میفهمه، روایاتی که وارد شد. یک روایت از حضرت صادق علیه السلام که میفرماید که ان الله، حالا تعبیر شاید جعل، مثلا جعل هذا الامر یا قدر هذا الامر فی سنة 70. خدای متعال این امر را، یعنی امر امامت را، امامت به معنای واقعی را، در تقدیر خودش برای سال 70 هجری گذاشته بود. ببینید وقتی که امام حسن مجتبی صلح کردن با معاویه، یه عده‌ای می آمدن گله می کردند و اعتراض می کردن. حضرت می فرمودن که ما تدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین، این مال تا یه وقتیه، این موقته. یعنی تو کلمات امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره شده به این که این حادثه، این تسلط کفر و نفاق، این دائمی بنا نیست باشه در تقدیر الهی، این موقت. تا کی؟ تا سال 70. بعد تو همین روایت امام، یعنی سال 70 هجری، بناس هر کس از اهل بیت در غیر حیاته این قیام کنه و حکومت رو به دست بگیره، امامت واقعی تحقق پیدا کنه. بعد حضرت میفرمایند که فلما قتل الحسین علیه السلام اشتد غضب الله علی اهل الارض فاخره الی 140. یعنی خدای متعال حادثه کربلا، این بی‌اعتنایی مردم به مبانی دینی، این اعراض اونها، اثرش این بود که این تقدیر الهی عقب افتاد تا سال 140. 140 زمان امام صادق علیه السلام دیگه، حضرت 148 از دنیا رفتن. اینو شیعه میدونستن، یعنی خواص شیعه میدونستن. لذا زراره مثلا در یه روایتی داره که به اصحابش، زراره که خب جزو نزدیکانه، میگه لا ترى علی اعوادها الا جعفرا. اعواد پایه های این منبر خلافت، یعنی روی این منبر من جعفر رو دارم میبینم که روی این منبر خواهد نشست. اینه. یا در یک روایت دیگه باز همین زراره چون ساکن کوفه بوده، پیغام میده به حضرت صادق علیه السلام، عرض میکنه که یکی از دوستان ما از شیعیان مقروض شده و طلبگارا دنبالش. اینم برای که پول نداره از شهر گذاشته رفته، آواره شده. اگر این قضیه تو همین 1-2 سال بناس انجام بگیره، هازل امر تو روانده، اگه این قضیه خلافت بناس همین 1-2 سال انجام بگیره، خب این باشه تا شما بیایی سر کار و قضایا حل میشه. اما اگر طولانیه، رفقا پول جمع کنند و قرض اینو بدن. یعنی کسی مثل زراره منتظر بوده که تو همین 1-2 ساله قضیه مسئله تمام بشه. اینی که شما میبینید میان خدمت حضرت صادقه میگن آقا چرا قیام نمیکنید، ناشی از اینه. منتظرن یه چیزی شنفتن، یک مطلبی به گوششون رسیده. بعد دنباله همون روایت که 140 رو معین فرمود شما افشا کردید، خدا عقب انداخت.
یعنی اگر شیعیان دهنشون قرص بود و افشا نمی‌کردن و اینا، شاید همون وقت قضیه تمام میشد. شما ببینید تاریخ چقدر تغییر پیدا میکرد، اصلا یه مسیر بشر یه مسیر دیگری میشد. امروز دنیا دنیای دیگری. یعنی کوتاهی های ما یه جا دهن لقیمون، یه جا کمک نکردنمون، یه جا اعتراض کردن بی خودیمون، یه جا صبر نکردنمون، یه جا تحلیل غلطی که از اوضاع میکنیم گاهی تأثیر میگذاره، تأثیرات تاریخی، یعنی اینجور چیز میکنه. لذا خیلی باید مراقبت کرد